سلام دوستان عزیزم، به چنل پاکت لب خوش آمدید. با من همراه باشید با یک آموزش جدید. میخوایم انواع لوله های آزمایش رو با هم دیگه مقایسه کنیم. لوله اول لوله CBC که به رنگ بنفش یا سبز میبینید. رنگ سبز نان وکیوم و رنگ بنفش وکیومه که 1 سیسی خون براش کافیه، اما معمولا 2.5 الی 3 سیسی ظرفیت داره که شما تا اون خط نشان میتونید پر کنید و کادو ادتا یا کاسه ادتا ماده های ضد انقادش هست. لوله دوم به رنگ زرد یا مشکیه. لوله ESR نام داره، برای اندازه گیری سرعت رسوب گلبول های قرمز استفاده میشه. 1.6 تا 2 سیسی باید پر بکنید که این هم خط نشان داره. سدیم سیترات 3.8% هم ماده ضد انقادش هست. لوله بعدی لوله PTT هستش، برای اندازه گیری آزمایشات انقادی استفاده میشه. 2.7 تا 3 سیسی معمولا باید پر بکنید و این هم خط نشان داره. ماده ضد انقادش هم سدیم سیترات 3.2% هست. لوله آخر لوله لخته اسمشه که کلاد اکتیویتر یا فعال کننده ژل نام داره، به رنگ قرمز میبینید. گاهی اوقات یک لوله شیشه بدون درب هم توی آزمایشگاه ها هستش و میزانی هم که باید خون بریزیم بین 2 تا 3 سیسی هست، اما معمولا تا 7 سیسی گنجایش داره. این لوله هایی که نشون دادم به جز سبز وکیوم هستن. حالا کدوم باید اول پر بشه؟ برامون تو کامنت بنویسید. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. لایک یادتون نره.